سلام، شاهرضا یوسفی هستم. بازم با برنامه شارکینگ در خدمت شما عزیزان. این بار میخواهیم با این ویدیو برای شما نشان بدیم که شما چطور میتوانید به راحتی به دورهای خود بیافزایید و روز به روز قدرت بیشتر و سرعت بهتر داشته باشید. همینطور که میبینین شاگردان در حال تمرین هستند و هر کدامشان کوشش دارن به نحوی سرعت خود بالا ببرند. به نزدیکی یک مسابقه داریم، منتخب تیم ملی افغانستان. یک مسابقه بسیار هیجانی است و بچه ها تلاش دارند که بهتر بدرخشند. برای یادگیری بیشتر شنا باید بدن سست، آرام، ریلکس، حرکت بسیار یک نواختی را انجام بدن. وقتی حرکات همسان به یکدیگر باشه، وقتی حرکات همسان باشه، آب میفهمه که شما میخواین به کدام سمت حرکت کنید و وقتی به دیوار میرسین هر چقدر بالایتان فشار است باید با تمام قدرت دور بخورین و در بین مسیر میتونین ماندگیتان رو بگیرین، ولی وقتی به دیوار میرسین با تمام قدرت باید دور بخورین. حرکت رو میبینین که چطور دستا را از زیر آب آبا را میکشن و از روی آب دستا خود عبور میتن تا ممانعتی در داخل آب ایجاد نکنه.
برای پیشنهاد ما برای دیگر ترینرهایی که در دیگر حوزه سعی به این دارند که آماده بسازند برای مسابقاتی که در پیش رو داریم. دوستان، وقت محدود است و ما ویدیوهایتان رو دیدم. نظر به حرکاتی که انجام میدادیم معلوم است که وقت کم است و شما دسترسی چندانی به تمرینات ویژه ندارین. پس براتون پیشنهاد میکنم در 5 دور شما نفستان به صفر برسانید. 5 دور یا 10 دور شما هر بار نفستان را کمتر تا بتونین عرض حوض 25 متر بتونین بدون نفس با سرعت زیاد بازی کنید، یا در اول آرام بعد سرعت کم کنید. و هر بار در گوشه حوض که رسیدن شاگردا به خاطر که نفس نمیگیرن، شما موظف هستین که هر بار این تایم کم کرده برین، یعنی استراحتشون به صفر برسانید، بتونن حداقل 2 دوره بدون نفس. در وقت دو خوردن نفس میگیرن دیگه. اگر کدام نفسی هم در بین میگیرن به خاطر که پلیرهای متازه‌کار هستن، شما میتونین اجازه رو بهشون بدین که نفس تازه کنن و هر کی بتونه بیشتر نفس خود بگیره او موفق تر است و در تایم کمتر میتونه یک رکورد بهتر داشته باشه.